به اسپیکینگ کلینیک خوش اومدین. قبل اینکه دونه دونه با هم بریم تستای اسپیکینگ سلفی رو با هم بررسی کنیم، میخوام مثلا بگم چرا تیم ما توی سرتیفای کانادا کالج که گروهی از اگزامینرهای رسمی خود آزمون سلفی هستن، تصمیم گرفتن براتون اسپیکینگ کلینیک رو طراحی کنیم. زیاد اینو میشنوم بهم میگن که نگی من حتی چند سال دارم اینجا زندگی میکنم، محل کارم انگلیسیه، زبانم خوبه، کلی گرامر بلدم، وکب بلدم، ولی از سون از این که میرم وارد آزمون سلپیپ میشم توی اسپیکینگش چشم به اون تایمر میخوره، اصلا ذهنم یهو سفید میشه. انگار یه صفحه سفید، اصلا هیچی یادم نمیاد، خیلی پراکنده حرف میزنم، اصلا هیچ استراکچری نداره، استرس میگیرم اون عدده رو میبینم، بعد تازه دیر اصلا اطلاعات به ذهنم میرسه، وقتی هم میرسه خیلی پراکنده هی لیست میکنم همه چیو و چشم به اون عدده میخوره، ببینم اوه 5 ثانیه وقت دارم، باید زود ببندم و خیلی ضعیف و بدجور همیشه میبندم. وقتشون تموم شده، هیچی به هیچی. و دقیقاً اکثر شماها مشکلتون هم همینجاست. واسه همین میخوایم توی این اسپیکینگ کلینیک به جای اینکه فقط به شما تمپلیت‌های آماده بدیم که اونها رو هم میدیم، از اون مهمتر میخوایم به شما کمک کنیم تو هر تسک اسپیکینگ ساختارش رو تو ذهنتون قشنگ بگنجونید. در ساب کانشس مایند شما باید ترتیب این که در هر تسک میخواین به چه ترتیبی شروع بکنید. اینتروتون رو تا دقیقه چند کش بدید. بسیار مهمه اینایی که دارم میگم. اینکه شما خودتون رو عادت بدین چشتون به اون چه عددی در تایمر برای هر تسک آف کورس متفاوته میخوره، اینتروتون رو باید ببندین، برین سراغ بادی و دوباره چشم شما برای هر تسک چه عددی رو ببینه باید دستور بده که اوکی اکسپندش بکنم قسمت بادیمو و زود بتونم ببندم قسمت کانکلوژنم رو. واسه همین اولویت شما به جای اینکه فقط بخواین حفظ بکنین، این باید بشه که ساختارش و به چه ترتیبی چه جوری شروع بکنیم و چه جوری ببندیم بعد تو ذهن شما قشنگ هک بشه و بره تو ساب کانشس شما که بدون اینکه بخواید فشاری به ذهن بیارین و آف کورس در حالت آزمون هم شما آلردی کلی استرس دارین، اون صفحه سفیده دوباره اتفاق نیفته تو ذهن شما. بذارین خیالتون رو راحت کنم. ما اومدیم فرمول تمامی تسکای سلپیپ رو به عنوان اگزامینر و چیزی که ما انتظار داریم از شما بشنویم داریم به صورت رایگان در این اسپیکینگ کلینیک در دسترستون قرار میدیم. قسمت زیادی از کار رو همون فریم ورک ها و ردی مید فریز ها بچه‌ها کارشون رو انجام میدن. یکی اصلا از مشکل های رایج ما دقیقاً با بچه‌ها همینه که میان اون ردی مید فریز ها رو عالی حفظ کردن، ایده‌هاشون رو با اون اوپنر های خوشگل ادوانسی که ما بهشون دادیم میان میگن، بعد یهو خالی میشن، نمیتونه اکسپند کنه، میاد 3-4 تا با همون هی لیست میکنه و اصلا نمیدونه چه جوری به چه ترتیبی ببنده. مهمتر از همه این خیلی مهمه که چه جوری بتونی ساختار بندی شده هر اسپیکینگ تو ببندی. بنابراین پارت زیادیش اون ردی مید فریز هایی که در دسترستون داریم قرار میدیم. ما خواهش میکنم این قسمتی که ترتیبش و چگونه بست دادن هر سکشن ما هدفمون اینه که تو ذهن شما بشینه به جای اینکه فقط اون ردی مید فریز ها بشینه. این دوتا در کنار هم هستش که نمره CLV9 پلاس رو به شما هدیه میده. بازم تاکید میکنم اسپیکینگ سلفی عین فرمول ریاضیه. ما این فرمول رو داریم در دسترستون قرار میدیم و اگر نمره نیارید بدونین کمکاری از درس خوندنتونه. بنابراین کسی که روزی 1 ساعت بخواد وقت بذاره و واقعا اسپیکینگ رو بخونه، رایتینگ هم بخونه در سلپیپ، کاملا از این دوتا اسکیل میتونه نمره بیاره، چون همونطور که گفتم فریم ورک های حفظی داره، فرمول داره. بچه‌ها بیش از 3000 تا از زبان آموزهای کالج سرتیفای کانادا تونستن دقیقاً توی رایتینگ و اسپیکینگشون با همین فریم ورک درس خوندنه پیارشون الان دستشون باشه. پس شما هم میتونید. ما همون مسیر رو دقیقاً داریم در دسترس شما هم قرار میدیم. بچه‌ها مهمترین چیزی که قرار شد تو اسپیکینگ کلینیک با هم یاد بگیریم اینه که ببینیم برای هر بخش از اسپیکینگتون اوپنینگ، بادی، اکسپنشن و کلوزینگ چقدر و چجوری باید زمان اینها رو پخش بکنید. ردی مید فریز های هر کدوم رو بهتون میدیم و بهتون یاد میدیم چجوری ایده‌هاتون از همه مهمتر دیولپ و ساپورت بکنید. ورژن های مختلف ساپورت رو به صورت رایگان داریم بهتون آموزش میدیم و از همه مهمتر این که چجوری کلوزینگ قشنگی داشته باشیم. و خب همونطور که میدونید هر کدوم از این تسک‌ها تایمش با هم متفاوته. اگر بخوام باتون آنست باشم، تنها جایی که شما دستتون باز از نظر
اینکه بخواید شو آف کنی به اگزمینر سطح سوادتون رو، تسک 1 و تسک 7 که 90 ثانیه 1 دقیقه و نیم وقت داری صحبت بکنی. بنابراین اصلا این دو تا فرصت طلایی از دست ندید بچه‌ها. باید خیلی این دو تا رو بیشتر تمرین بکنید و گرامرهای کوچولو ادوانس‌تر، تاپیک بیس وکب ها رو توی تسک 1 و 7 یادتون نره. ولی خب تو تسک‌های خیلی چیل و آسونی مثل تسک 3، 4، 5 و 6 که 1 دقیقه بیشتر وقت ندارید، فقط باید فوکس اینو داشته باشین که اون چک لیستی که بهتون میدم زود همشو بگید و به درستی بتونید برای هر کدومش وقت بذارید. حالا حدس میزنید بزرگترین اشتباه اکثر کاندیدهای آزمون چیه؟ خیلی ربط به گرامر و وکبشون اتفاقا نداره. عجیبه. بیشتر نمیتونن اون تعادله رو بین بخش‌های اسپیکینگ حفظ بکنن. خیلیشون اینترو رو کش میدن. کاندیدا مثلا تو تسک 1 من دارم میبینم تا ثانیه 40 داره همدلی همدردی میکنه، گریتینگ میکنه. Oh, hello my dear friend. I hope you're doing well. Thank you for asking me for advice. I'm extremely delighted to help you in this challenge and difficult situation. بابا بفرمایید. گفتیم اینترو یه تایمش رو بچه باید هندل بکنید. یه کوچولو حواستون به این باید باشه. نصف زمانت رفت، یه دونه ادوایس هم ندادی، بعد تازه از ثانیه 40 شروع میکنی به ادوایسات و اصلا نمیرسی اکسپندشون بکنی. یه سری هم که از این گروه بدتر اصلا بدون اینکه اینترو و مقدمه‌ای بگم، مثلا تو تسکیه میگن you should do this, you should sleep, you should exercise. لیست میکنم 50 تا you should make a list, you should take a vacation. بچه‌ها کلاً هیچ کدوم از تسک های سلفی از شما نمیخواد لیست بکنی. خیلی نکته مهمیه. خواهش میکنم 6 تا 7 تا ایده رو هی پشت هم نگید. ما دنبال آیدیا نیستیم، ما دنبال 2 تا آیدیاییم همیشه تو تمامی تسکا، ولی با اکسپنشن، ولی با ساپورت. ببین مثلا بلدی یه مثال کوتاه یک پرسونال اکسپریانس برامون بزنی و منو قانع کنی؟ یا حتی اگه پرسونال اکسپریانس هم نداری، یک نگاه کلی و وایدتری داشته باشی که همه مردم جامعه امروزه با این مشکل درگیر هستن. Research has constantly shows or highlight the fact that وایدتر باشه. ما دقیقاً همینا رو میخوایم، نه لیست. نگین حالا ردیمیت فریز بالاخره استفاده بکنم یا نه. 100% بچه‌ها اصلا غیر این امکان نداره شما بتونید نمره بسیار عالی بگیرید. ببین حتی اگه یه CLB 6-7 میخوای، شما همچنان باید سمپل هایی که میخونی بالاتر از سطح فعلی باشه، CLB 9+ باشه، تمامی شما بلا استثنا. و باز هم تاکید میکنم فقط ردیمیت فریز خالی کافی نیست. باید اول مفهومی شما ترتیب اینکه چجوری شروع بکنی، چجوری بست بدی و چجوری ببندی قشنگ مفهوم هر تست تو ذهن جا بیفته. حالا اوکی، این ردیمیت فریز اوپنرش، این ردیمیت فریز سکند آیدیای من، این ردیمیت فریز هایی که این آپشن هایی که من دارم این مدلی بگم و این مدلی ایدم رو ساپورت کنم. یه فرمول هر تسک با هم متفاوت. تسک 2 یه مدل اوپنر داره، نمیتونی اوپنر تسک 2 رو واسه تسک 3 بندازی به هیچ عنوان. این که تو سلپیپ هر کدوم از تسک های سپیکینگش بچه‌ها هدفش متفاوته. حالا به نظرتون نالج گرامری شما چقدر میتونه تعیین کننده نمره اسپیکینگتون باشه؟ ببین اگه بخوام باهات آنست بشم، خیلی ما به صورت کلی تو اسپیکینگ آنچنان از نظر گرامری دستمون باز نیست. یعنی هر کدوم از تسک ها یک سری 1 یا 2 تا گرامر خاص خودش رو داره. تسک 3 present continuous من کارش نمیتونم بکنم، دارم describe picture میکنم، خیلی غیر و غمیشش نمیتونم بیام واسه تسک 3 و 4 مثلا. ولی جاهایی مثل تسک 1 و تسک 7 که گفتم شما 90 ثانیه بیشتر از بقیه تسک ها وقت دارید سواد خودتون رو شو بکنید، اونجا جاهایی که یک کوچولو میتونی ساختارهای پیچیده تر استفاده بکنی و نمره گرامر رو بیشتر از این 2 تا تسک میتونین بگیرید. مینیمم انتظاری که باید خودتون از سطح گرامریتون داشته باشین بچه‌ها در کل آزمون سلپیپ یک سری چیزهای مشخصه و خیلی جالبه. شما 2 ساعت وقت بذار یک جزوه گرامر واسه خودت تهیه بکن، اوکی؟ که دقیقاً از همون گرامرها میتونید تو رایتینگ تسک 2 هم همون رو استفاده کنی. اصلا گرامرهای ادوانس عجیب غریب اینورژن و فلان بسار نداریم. حتی کاندیشنالای سخت تایپ 3 و میکس هم نداریم. بچه‌ها با گرامرهای بیسیک باید کارتون راه بیفته. حالا اولین قدم اینه که مطمئن بشین دیگه حداقل تو تنسا مشکلی نداریم.
وقتی دارین تو تسک 2 خاطره تعریف میکنین وسطش یهو پرزنت نمیندازین، یا حالا آی پلورال اس یادم رفته و یا هوا حذف گفتم. این باگای خورده‌کاری رو باید بچه‌ها حذف بکنین و صفر بکنین، چون خیلی تو چشم من اگزمینر میخوره. یه دونه اس جا میندازی من قشنگ میفهمم که هنوز نرفته بشینه توی ساب کانشست جای درست. حالا چه تستایی نگیم بیشتر فوکس کنم؟ ببین واسه تسک 2 حتما میخوام حواستون باشه تمامی انواع و اقسام گذشته ها رو کامل بلدین، جز سیمپل پست بلدین به موقع از پست کانتینوس و پست پرفکت در جای درستش استفاده بکنین. بنابراین همتون نیاز دارین یک مرور داشته باشین، مثال ببینین کجا پست کانتینوس میاد، من باید خاطرمو چجوری بچینم که بتونم پس کانتینیوس بندازم، که بتونم پس پرفکت بندازم. اینا مهمه که نشون بدید تنوع گرامری بلدی. آف کورس که پرزنت پرفکت رو ریویو بکنیم و دیگه ویلم که خوراک همتونه، آسونه. بچه‌ها خواهش میکنم تک تکتون مطمئن شید روی کاندیشنال ها کامل تسلط دارین و خبر خوب چه در اسپیکینگ و چه در رایتینگ سلفی فقط با کاندیشنال تایپ 1 و تایپ 2 کار دارین. دیگه چی میخواین؟ 2 تا دونه است لطفاً. مثلا تو تسک 1 میتونی بگی If you speak to your manager, you will feel more in control. یا تو تسک 4 میتونی بگی If the driver doesn't slow down, an accident might happen. یا حتی تو تسک 1 If I were in your shoes, I would definitely talk to the school first. جاهایی که میخوان از CLB 7 جامپ کنن به CLB 9 یه دونه گرامر نجاتتون میده در اسپیکینگ و در رایتینگ. Complex sentences، چیزی که هممون در اینترمدییت در کتاب‌های زبان عمومی همون ابتدای کار به ما آموزش دادن. who, that, which. چجوری جملات کوتاه و جدا رو تبدیل کنیم به یک جمله طولانی و مرتبط به هم. به این جمله ها دقت کنیم. The woman is walking. She has a bag. The bag is red and she looks tired. آقا من حرفم اینه، به جای اینکه جدا جدا بگیم اینا رو به هم وصل کنیم، طولانی ترش بکنیم. اینجوری میشه the woman who واسه افراد who می اومد who's carrying a red bag seems to be walking after a long day. پس as soon as possible این ویدیو رو دیدی همین امشب برو جزوه گرامرتو درست کن که هم واسه اسپیکینگ خودت به درد میخوره، هیچ سودی برای من نداره، هم برای رایتینگ باز خودت به درد میخوره. 2 ساعت وقت بذار این 3 تا گرامر بیسیکی که بهت گفتم و لطفاً مطمئن شو دیگه کاملا روشون تسلط داریم. خب بریم سراغ وکب. وکب چقدر نقش داره در نمره اسپیکینگ ما؟ بچه‌ها به صورت کلی اگه بخوام بگم وکب خیلی در آزمون سلپی تعیین کننده است. به شدت در اسپیکینگ و رایتینگ شما و آف کورس توی ریدینگ و لیسنینگ شما هم کاملا در جریانش هستین که چقدر دامنه لغت خوب و کافی در کل آزمون میتونه بهتون کمک بکنه. توی این هیچ شکی نیست. ولی الان فقط دارم درباره لغات اسپیکینگش توی این ویدیو صحبت میکنم. توی اسپیکینگ مهمترین وکب هایی که بچه باید بلد باشین ادجکتیو ها هستن. خیلی نیاز به ورب های ادوانس ندارید، خیلی نیاز به نام. از همه مهمتر صفتن. چرا؟ ببین شما داری تو تسک 2 یه خاطره واسه من تعریف میکنی. من اگزمینر رو باید ببری تو اون خاطره، بگی چه احساسی داشتی، چه صدایی میومده، چی دیدی. همه این توصیف کردن اون فضا و انوایرمنت فقط با ادجکتیو امکان پذیره. دوباره تو تسک 3 داری عکس توصیف میکنی، دوباره نیاز داری به صفت‌ها. تو تسک 5 همینطور، تو تسک 6 همینطور و اصلا مهمتر دوباره تسک 8 که دوباره داری یه عکس عجیب غریب و توصیف میکنی و باز هم فقط به ادجکتیو های ادوانس نیاز دارین. 2 همتون کلی ادورب و قید بلدین، significantly, dramatically, currently و هزار تا چیزهای دیگه که همتون از من بهتر بلدین، ولی نمیدونم چرا یادتون میره استفاده کنید. خواهش میکنم در تمامی تسکاتون ادورب رو فراموش نکنید. تسک 1 و 7 که حداقل بس 4 تا داشته باشه. همونطور که یک جزوه دستنویس برای گرامر تهیه کردین، یک جزوه دستنویس واسه وکبتون هم تهیه میکنید. Topic based vocabularies. ببین شما اگه کاندید آیلتس بودی باید 20 تا 30 تا topic based vocab از
موضوعات بسیار متفاوت میرفتی، کلی کتاب و سورس میگشتی، همه تاپیک ها اینکلود بود. ولی خبر خوب در رایتینگ تسک 2 و اسپیکینگ تاپیک ها یکی هن. work, education, technology, community, health, family, wellness, exercise, park, green spaces, transportation and so on. بنابراین جزوه وکب از همین 4-5 تا تاپیکی که گفتم تهیه بکنید، مخصوصا بچه‌ای که از CLB 8 میخوان بشن CLB 10 11. حتما بچه‌ها باید حداقل تو تسک 7تون 4-5 تا تاپیک بیس وکب تو اسپیکینگتون استفاده کرده باشید و همچنین تو رایتینگ تسک 2 تونم حداقل با 6-7 تا تاپیک بیس وکب داشته باشید. و آخرین چیزی که دارم ازتون میخوام به جزوه وکبتون اضافه بکنید، وقتی یک تمرین اسپیکینگ میکنید ببینید مثلا داری یه صفت آسونه مثل it was nice, it was good, beneficial، 10 دفعه beneficial هی میبینید تو تسک مختلف هی تکرار کردی، هی میگی and، مثلا رو ترانزیشن ها خوب نیستی، اینا رو برو پیدا کن که هی تکرار میکنی و بیسیک خیلی نمره آنچنان بد نمیده. سینونیماشو بنویس و سعی کن هر دفعه از در واقع آلترناتیو ها و سینونیم های اون استفاده کنید. اولین قدمی که باید انجام بدین تکمیل جزوه گرامر و وکبتونه. تو این اسپیکینگ کلینیک همراهتونیم تا بهتون یاد بدیم چجوری چشمتون رو به اون تایمر تو هر تسک عادت بدین، چجوری شروع بکنی، با چه ردیمیت فریز هایی، با چه فرمولی اکسپند بکنی، چه گرامر هایی کجا کاربرد داره تو هر تسک متفاوته، چه وکبایی کجا بندازم. تک تک تسکا رو برام بهتون رایگان در اختیارتون قرار میدم. فرمولی که در سرتیفای کانادا کالج برای سالها تدریس شده و بیش از 3000 تا از زبان آموزهای ما الان پیارشون دستش. به لطف شرکت در پروگرام سرتیفای کانادا کالج که توسط تیمی از اگزامینرهای رسمی آزمون سلپی برای سالهاست داره تدریس میشه. اگه میخوای تازه شروع کنی یا آلردی شروع کردی داری باش کلنجار میری و میخوای بدونی مشکلت چیه، مسیر CLB 9 اقامت دائمت رو داشته باشی، همین الان از طریق لینکی که توی دیسکریپشنه وقت مشاوره رایگانتون با من رزرو بکنید. توی اسپیکینگ کلینیک برای هر کدوم از تسک‌ها منتظر 3 تا ویدیو باشین. توی ویدیو اول فریمورک کلی اون تسک رو بررسی می‌کنیم، ببینیم مثلا ازتون چی میخواد و چجوری میتونی نمره از دست ندی. توی ویدیو دومش اون فرمول و فریمورک دقیق هر تسک رو دارم در اختیارتون قرار میدم، با اون ردیمیت فریز ها استپ بای استپ چجوری اوپنر داشته باشی، چجوری اکسپند بکنی و چجوری ببندی. و توی ویدیو سومش با هم ماک لایو میزنیم و یک مستر سمپل عالی CLB 9 پلاس رو با هم بررسی میکنیم تا کامل اون فریمورک براتون جا بیفته. توی جلسه رایگانی که قرار برنامه شخصیتون رو بدم پس میبینمتون بچه‌ها. منتظر تسکیه که ما باشین. I'm welcome to Speaking Clinic of Certified Canada College.